تقدیر نمایم. خواهران و برادران، ما امروز به مناسبت گرامی داشت از سال روز عروج خونین شخصیت دور هم جمع شده ایم که عمر گرانبهای خود را در راه کسب استقلال، عدالت، آزادی، آزادگی، عزت و تحکیم پایه‌های وحدت ملی و تحقق عدالت اجتماعی وقف نموده و سرانجام مظلومانه اما با غرور و افتخار به دست دشمنان ملت افغانستان جام شهادت سر کشید و به لقای خداوند شتافت. هموطنان عزیز، آنچه امروز در این شرایط حساس تاریخ کشور برای ما اهمیت دارد این است که بدانیم آرزوها و اهداف شهید مزاری چه بود و ما در عصر حاضر در کجای زمان قرار داریم و تا چه حد و اندازه به اهداف شهدا و آرمان آنها نزدیک شده ایم. بر کسی پوشیده نیست که اصول و اهداف آرمانهای شهید مزاری و یاران پاکبازش همانا تأمین صلح، امنیت سرتاسری، تشکیل حکومت با قاعده و وسیع مردمی، تحقق وحدت ملی بر اساس عدالت اجتماعی، نفع استبداد و انحصار و خودکامگی، تأمین مشارکت سیاسی همگانی، به ویژه تأمین حقوق اقشار آسیب پذیر مانند زنان بودند. همان گونه که می‌دانیم در بسیاری از این عرصه‌ها که یاد شد هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد که باید با تلاش و کوشش و استفاده از فرصت تاریخی که در پیش رو داریم، یعنی انتخابات سرنوشت ساز، به سوی حل و فصل این معضلات گام برداریم. اکنون که در آستانه 19مین سالگرد شهید، رهبر شهید از یک سو در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری از سوی دیگر قرار داریم و از طرف دیگر هم چند روزی تا روز 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان فاصله داریم، باید یادآور شویم اینکه رهبر شهید مزاری به طور قاطعانه نظریات و دیدگاه های خود را در پیرامون نقش و جایگاه انتخابات و همچنین ضرورت اشتراک زنان در انتخابات اعلام نموده فرمودند که این عادلانه نیست که مردان حق شرکت در انتخابات را داشته باشند ولی زنان از این حق مسلم انسانی و اسلامی خود محروم باشند. پس بنابراین بر همه زنان مسلمان لازم است تا در کنار برادران مسلمان خود در انتخابات اشتراک نمایند و از حقوق و امتیازات خود حراست نمایند. و من الله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک از استاد رهبر محبوب مردم دعوت میکنیم تا با شما سخن بگوید. پیام از استاد، شنوا شما هستی. تشکر. یک دنیا سپاس از حضور شما و از شکوه شما و از حمایت‌های صمیمانه شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و علی صحبه المکرمین. بعد قال الله تعالی فی کتابه الکریم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. حضار گرامی، مردم مسلمان و حاضر در صحنه، شخصیت‌های علمی و سیاسی، رهبران احزاب جهادی، تیم اصلاحات و همگرایی در رأس برادر عزیزمان دکتر عبدالله کاندیدای ریاست جمهوری سال 1393،
برادر ما انجینیر محمد خان معاون اول، جناب ارغندیوال صاحب، جناب استاد عرفانی، جناب کاظمی صاحب، وکلای اولوسی جرگه و مشران و جرگه، وکلای شورای ولایتی، خواهران و برادران عزیز، مهمانان خارجی که در محفل ما حضور دارند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضور گرم همه شما عزیزان که نام بردم و یا از کسانی که نام نبردم، از جمله رسانه‌های کشور ما، رسانه‌های تصویری و صوتی و چاپی، صمیمانه سپاسگزار هستم که برای پوشش برنامه سالگرد رهبر شهید حضور پیدا کردند و از حضور شکوهمند مردم ما عزیزانی که هستند صمیمانه سپاسگزاری میکنم. آنچه که لازم است پیرامون مناسبت امروز دو موضوع است. یکی کلمات و عرایض درباره سالگرد رهبر شهید و یکی هم در رابطه با حادثه مهم و تاریخی کشور ما که در نزدیکی است، انتخابات ریاست جمهوری. آنچه که مربوط می شود به رهبر شهید ما بدون شک از ستاره های درخشان آسمان جهاد افغانستان هست. خداوند متعال درباره جهاد مردان گفتند والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا جهاد میکنند ما راهمان را برای اونها نشان میدهیم. راه اسلام، راه پیروزی، راه عزت و سربلندی مردم افغانستان. رهبر شهیدمان حضرت استاد مزاری 14 سال در راه خداوند جهاد کرد. برای تحقق عدالت اجتماعی فریاد کشید در فضای نیلگون این سرزمین. عدالت و برابری و همزیستی میخواست. خداوند هم مطابق وعدهش به او راه خودشان را نشان داد، فرهنگی را ایجاد کرد. مقوله هایی را که وارد فرهنگ سیاسی من کرد امروز نصب العین تمامی جناح‌های سیاسی افغانستان هست. مقوله مشارکت ملی، مقوله حضور همه اقوام با هم برادر در ساختار اداری نظام، به رسمیت شناختن هویت‌های ملی، قومی و مذهبی همه ساکنان این سرزمین، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اساسی، برابری و برادری از جمله مقوله‌هایی است که از رهبر شهیدمان در این سرزمین به یادگار مانده است. و این مصداق کامل اون حرف خداوند است که می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این راه را برای ما و برای ملت مجاهد افغانستان نشان داد که امروز با هم برادریم. همه معیارهای اسلامی و انسانی در این سرزمین در حال تحقق یافتن است و این پروسه دموکراسی که در 13 سال جریان داشت محصول مبارزات و قهرمانی های شما و محصول خونهای شهدای راه آزادی است. اگر کم و کاستی هایم هست از دست اندرکاران این مملکت است که در رأس حاکمیت بودند و تمامی اون چرا که آرزوی مردم بود برآورده نشد. امیدوار هستیم که ملت ما همچنان با شکوه در مسیر پیشوای شهیدمان استاد شود که استاد هستند. بسیاری از چیزهایی را که رهبر شهیدمان گفت ما در تلاش 13 ساله به نتیجه رسیدیم، اما بسیاری از درسهایی که داده است ناخوانده مانده است. مشارکت در تصمیم گیری های اساسی چیزی است که در این اواخر کمرنگ شده است. انکشاف متوازن چیزی است که در کشور ما تا هنوز کسی به او تعهد عملی نداده است. برادرمان
جناب دکتر صاحب عبدالله انشاءالله رئیس جمهور آینده افغانستان این قول به شما داد که انکشاف متوازن را عملی میکنه. ساختن سرک‌های شاهرای کابل به طرف غور و پنجاب تا رسیدن به هرات این یک موضوع است که 13 سال در این مسئله مردم یعنی انتظار کشیدن. در این راستا جناب رئیس جمهور ما وعده کرده بود که در فاز سیوم عملی میشه. ما میگفتیم در فاز اول جنجالای ما به سر وزیر مالیه وقت سر ازی بود که ما در فاز اول میگرفتیم سرک را، میگفتیم ما به حیث وزیر پلان، اونا میگفتن که در فاز سوم. اما در فاز سوم هم عملی نشد. حال 13 سال است هنوزم از کتل اونای عبور نکرده. در این مسیر تمام اقوام با هم برادر افغانستان از این منتفع میشه، از میدان و میدان شهر گرفته تا پنجاب و تا غور و تا هرات، هزاره، پشتون، ایماق، تاجیک، همه چیز تمام سراسر کشور از این منتفع میشه. انشاءالله که انتخابات که تیم اصلاحات همگرایی به کمک شما ببره، اولین کارش وصل کردن از این شعرا به هرات است. در کنفرانس برلین که میرفت که من جنجال کردم، سر از کابینه برآمدم، این سرک در اونجا گرفته نشد. در کنفرانس توکیو گفتن وعده کردن که میگیریم، که یقین میگیریم که در ژاپن بود که میلیاردها دلار در افغانستان کمک میشد که نشد. آخر الامر هم در سال 20 میلیون دلار، اما مسئله که میگه کرد نوسی خود خیرات میته، کرد نوسی خود سوغات میاره، سال 20 میلیون دلار میگیره و هم از این سال به سال دیگه، از این سال به سال دیگه انتقالی پیدا میشه. من حیث یک شاهرای ملی باید این در نظر گرفته شد. مطالبات مردم شما در ارتباط تعدیل‌های واحد اداری در صدر اولویت‌های کاری تیم اصلاحات خواهد بود و همچنین تمام جناح‌ها، تمام اقوام با هم برادر از هر سرزمینی که هستند. برادر ما دکتر صاحب عبدالله در مصاحبه تلویزیونی خود گفتن که اول سفر کجا میکنین؟ باز برادرها گفتن که اول سفر حج عمره میریم. و حج عمره دیگه در 70 سالگی آدم باید پیش از باید بره، چندین دفعه باید بره. و حج عمره خو یک مسئله است که او برای یک انسان مسلمان باید بسیار بسیار وقتتر بره. او خو از جمله مسائل هست که او را باید انجام بدیم، او را باید پیش از انجام بدیم. اما اوش کنیم که وقتی که در خانه کعبه رفتیم باز پشت خود سین خانه کعبه که دعا نکنیم. خب این حال او خو یک مسئله دیگه است که باید رو بکنیم. اما در افغانستان چی میکنیم؟ برادر ما دکتر صاحب عبدالله گفت ما با یک ولایت محروم سفر میکنیم، خبرش میگیریم. این ولایت محروم میتونه در خوست باشه که تا هنوز من نمیفهم که سرکایش در کجا رسید و کارایش در کجا رسید. میتونه ولایت محروم غور باشه، میتونه بامیان باشه، میتونه دایکندی باشه، میتونه بدخشان، میتونه بادغیس. ما باید سنت های جدید را بیاریم. رئیس جمهور و معاونینش باید همیشه ایتو نکنه که یک خط چیز دائمی در بین دفتر و ارگ ریاست جمهوری و خانه باشه. باید سفرهای ولایتی باشه. باید نصف عمر خودت رفتن به
ولایات ولسوالی ها و سرک های که مردم در اونجا در بین خاک را میرن، در اونجا باید برن و احوال مردم، خبر مردم بگیرن. خاک نشینی، با مردم خاکی زندگی کردن، با مردم دور از امکانات زندگی کردن، حداقل قلب از اونا را آرام میکنه و احساس میکنه که رئیس جمهور ما از خود ماست، وزیر ما از خود ماست، که میآید در مناطق ما از ما خبر میگیره. اینقدر تاشه شدن در پشت سپرهای آهنین درست نیست. مرگ از جانب خدا حق است. در شب قبر کسی در خانه خود خو نمیکنه. چرا اینقدر جان خود دوست داشته باشیم؟ باید در دورترین نقاط سرزمین خود عبور بکنیم و خبر مردم خود بگیریم. میلیاردها دلار که گم شد، دزدی شد، در خارج برده شد، در قراردادهای تقلبی عملی شد. اینها باید اصلاح شود. کارها، قراردادها دقیق شود، نظارت کنه سر تمامی کارها که سرکی که امروز جور شد او دیگه 3 ماه پاس خراب نشود. بازمانه بکنه که یخ زده بود. در دیگه دنیا چرا یخ نمیزنه که سرکای افغانستان بیچاره یخ میزنه؟ سرمایه های دنیا همینطور برباد شد. ما مثل یک غریب کار کردیم، دوزی کردنها را دیگه جلوش هم میگیریم. کسایی که از قراردادها میلیاردر شدن اونا را بررسی میکنیم و نمیگذاریم که دیگه جیب مردم بزنن و دزدی کنن. شما نمونه از بسیار جاهای افغانستان هستین، کسایی که در این مجلس جمع است. امروز از شما پرسان میکنم که آیا با پیمان خونی که با شهدا دارین، به تیم اصلاحات که نمایندگی از خون شهدا و از رهبر شهید میکنن و از رهبران شهید ما مثل استاد ربانی قهرمان ملی احمد شاه مسعود و دیگر حاجی عبدالقدیر و عبدالحق و دیگران میکنن، شما حاضر هستین که تیم پیروز کنین؟ همه ایتون استاد شوین، شما پیروز میکنین انشالله. به دکتر صاحب عبدالله رای میدین، به تمام مناطق اول میکنین که دیگه رای بتن. بیشتر از چون شما چند ساعت دوای سرد زمستان ششتین، شما خدا نخواسته مریض نشوین، وقت زیاد شما را نمیگرم دیگه. انشالله وعده ما و شما در 16 حمل در روز انتخابات نفر اول فراموش نمیکنیم. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از برنامه توجه شما حاضرین در محفل را به سخنرانی محترم انجینیر محمد خان، معاون اول تیم اصلاحات و همگرایی جلب می کنم. الی آماده شدنشان در جایگاه صلوات محمد پسند عنایت کن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. محترم جهادی رهبران و علماء کرام و دی پارلمان محترم و اعضا و محترم ورور دکتر صاحب عبدالله محترم ورور استاد محقق، طول و محترم و هزار و خوند و رون و جوانان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول جلسه شکوهمند امروزی
که به مناسبت 19مین سالگرد شهادت شخصیت عالم رهبر جهاد و مقاومت برادر بزرگوار شهید استاد مزاری و همرزمان با وفایش تدویر یافته شهادت اینمی ابرمرد تاریخ و همه شهدای جهاد و مقاومت افغانستان با خانواده های اینمی شهدا و جمیع ملت افغانستان و عالم اسلام تسلیت عرض میکنم. هدف از تدویر همچو جلسات اگر از یک طرف زنده نگاه داشتن تاریخی قربانی ها و قهرمانی های جانبازان اسلام است، از طرف دیگر ابعاد مختلفی سیاسی و علمی و اقتصادی و جهادی اینمی شهدا باید به تحلیل و بحث گرفته شود. جا دارد که ستاره های تابناکی جهاد که قربانی دادن تا ملت شان، تا قومشان، تا پیروانشان به محراب آزادی برسند، جا داره که به مناسبتشان اینمی تو جلسات به مناسبت یاد بود از قربانی هایشان دایر شوه و از قربانی هایشان یاد بودی صورت بگیره. بلی این ابرمردان که زندگی کردن، رهبری کردن، به ملت خود خدمت کردن، اینمی خدماتشان، زندگیشان، رهبریشان و بالاخره اونمو علمیتی که داشتن، اونمو سیاستی که برای رهبری ملت خود داشتن، باید توسط مقررین به اینمی نسل جوان گفته شود تا اینمی برشان آموزه های تاریخی باشه. اینمی شهدا چرا رای شهادت قبول کردن، چرا به شهادت شتافتن، چرا رفتن به اسارات در عزمشان کوچکترین خللی به وجود ناورد. یقینا این شخصیت های تاریخی اسارت را به اسارت رفتن را به کمینه رفتن دشمن را قبول کردن تا شما پیروای عزیزشان، تا اینمی ملت غیورشان به آزادی و سرفرازی برسه. به پیشوازی شهادت شتافتن تا قیمتی آزادی را به نسلهای بعدی رقم بزنند. روحی همیشان شاد و یاد همیشان گرامی و راهی همیشان پر رهروان باشد. تر کومه جای چې د نننۍ غونډې خاصه خبره ده، شهید استاد مزاری نه یوازې یو جهادي رهبر و، بلکې عملا یو غښتلی قوي او نه ویریدونکی شخصیت و. هغه د خپل ایمانی جرأت او پر خپل ځان او ولس د کامل اعتماد او اعتبار په نتیجه کې د ملک او جهاد د دښمنانو لخوا اسیر
او بیا په ډیره نازون مردانه او وحشانه ډول په شهادت ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. نننۍ غونډه دا ثابتوي چې شهید استاد مزاري او د افغانستان د جهاد او مقاومت شهیدان د خپلو ولسونو په زړه کې کوم رفیع لوړ او عالی مقام ترلاسه کړی ده. برادران محترم، حضار گرامی، تیم اصلاحات و همگرایی به منظور برآورده ساختن آرمان شهدا تهداب مستحکم وحدت ملی را پایه‌گذاری کرده و جهت تقویه، توسعه و انکشاف به شما ملت نجیب پیشکش می نماید. یقین داریم که با پشتیبانی تان از تیم اصلاحات و همگرایی ارمان شهدا را پورا و دشمنانشان را به مایوسی می کشانید. به نمایندگی از تیم اصلاحات و همگرایی باید عرض کنم که د اصلاحات او همپالنې ټیم پوره ژمن دی چې د الله په نصرت او د دې غیور او شهید پروره ملت په همکاري او پشتیبانی د کامیابی په صورت کې د شهداو د ارمانونو په پوره کولو، د سولې، امن او ثبات په راوستولو، د فساد په محو کولو، د علماو په قدردانی، د ځوانانو د کاري ظرفیتونو په لوړولو او د ملک د نورو ستونزو په حلولو کې به انشاءالله په مکمل اخلاص پوره هلې ځلې کوي. تیم اصلاحات و همگرایی برای خدمتگزاری مردم عزم کرده تا در انتخابات 1393 شرکت کنه. اگر تیم اصلاحات و همگرایی به پیروزی برسه، انشاءالله قدرت کاری را پس به اینمی جوانا، به اینمی خواهرا، به ملت غیور افغانستان انتقال میکنه. از توجه همه تان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این قسمت از برنامه از دکتر صاحب عبدالله کاندیدای ریاست جمهوری صمیمانه تقاضا میکنیم که در جایگاه تشریف بیاورند. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظیم. شخصیت‌های محترم سیاسی جهادی، رهبران محترم سیاسی جهادی کشور، برادر بزرگوار صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، برادر محترم ارغندیوال صاحب، رهبر حزب اسلامی افغانستان، برادران آجی صاحب محمد خان، انجینیر صاحب محمد خان، معاون اول در تکت اصلاحات و همگرایی، برادر بزرگوار استاد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، برادر بزرگوار استاد عرفانی، برادر محترم دکتر صاحب کاظمی، برادر محترم استاد اکبری، روحانیون بزرگوار، رهبران محترم،
استادان گرامی، برادر محترم وزیر صاحب دفاع و همه حاضرین محترم، خواهران و برادران عزیز، آنهایی که در این مجلس به خاطر یادبود شهدایتان و به خاطر تقدیر از شهید بزرگوار استاد مزاری شهید گرد هم آمدین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهادت استاد مزاری را و سال روز شهادتشان امروز مردم افغانستان به سوگ نشستند. خدمت مردم مسلمان افغانستان تسلیت به عرض می رسانم. تقدیر از شهدا تقدیر از کارنامه ملت است، تقدیر از قربانی ملت است و تقدیر از جان نثاری ملت است، تقدیر از 1 میلیون شهید و بیشتر از 1 میلیون شهید نامدار و گمنام این کشور است. از شهدای نامدار این کشور شهید صلح استاد برهان الدین ربانی شهید، رهبر جهاد و مقاومت، عامر صاحب شهید قهرمان ملی، حاجی صاحب عبدالقدیر شهید، حاجی عبدالحق شهید، دکتر صاحب کاظمی شهید و صدها و هزارها شهید نامداری کشور قدردانی میکنیم و اتحاف دعا میکنیم بر روح همه شهدای افغانستان، بر روح شهدای میلیونی کشور، شهدایی که با تقدیم جانهای پاکشان به این ملت آزادی آوردن، عزت بر مغان آوردن و در راه خدا کارنامه های را ثبت تاریخ کردن، ثبت تاریخ بشریت کردن و امروز مردم ما به پاس امی شهادت، به پاس امی ایثارگریشان در سر تا سر کشور، در هر زمانی که از هر شهید یاد میشه، مردم جمع میشن و در این محفل هم هزارها تن و ده ها هزار تن از هموطنان ما از شهر کابل و ولایات کشور حضور به هم رساندن. جا داره که از زحمت و تکلیف همه شما قدردانی و تشکر کنیم و از ستاد برگزاری این روز حاجی صاحب رمضان حسین زاده و تمام همکارانشان و تمام خواهران برادرانی که در یادآوری از این روز سهم گرفتن و زحمت کشیدن ابراز تشکر نماییم. استاد مزاری شهید یک رهبر نامدار، یک رهبر مردمی، یک رهبر شجاع و با ایمان، یک رهبری که از خود خط آفرید و امروز صدها هزار نفر و میلیون ها نفر از اونا پیروی میکنن و در راهشان متحد هستند. همچو یک رهبری بود. عدالت خواهی در عین زمان فخیر مشربی، آزاد منشی در عین حال مردم دوستی و دهها خصلتی که خصلت رهبران بزرگ است در وجود شخصیت شهید ما دیده می شد. اما شهادتشان، شهادت مظلومانهشان هم مسئله است که در تاریخی کشور اگر از یک طرف نمونه استقامت، استادگی، مقاومت، سربلندی بوده، از طرف دیگر نمونه خیانت و ظلم هم هست. 19 سال قبل در همین روز استاد شهید و همراهانش به شهادت رسیدند. در همین روزها، در همین شب و روز، این تجلیل که یک هفته قبل از روز مربوط صورت گرفته. اما من یقین دارم که سالهای سال این جنایت به نام او جانیا، به نام او جنایتکارا مربوط است و سالهای سال مردم ما این سال روزه یادآوری یاد بوده تجلیل میکنن، این روزه به سوگ بنشینن
و این خاطره را گرامی می‌دارند. آرمان شهدا احقاق حقوق مردم بود، احقاق حقوق همه مردم. آرمان شهدا جمهوری اسلامی بود، جمهوری بودن نظام و اسلامی بودن نظام. آرمان شهدا عدالت، تحقق عدالت اجتماعی بود، ایجاد وحدت ملی بود، تأمین صلح سرتاسری بود در کشور، برخورداری زن و مرد از همه حقوقشان بود. جا داره که در روز جهانی، در روز همبستگی جهانی حقوق زن و همبستگی زنان در سرتاسر جهان، از قربانی زنان ملت که در جهاد و مقاومت و در دوره بعد از مقاومت در ساختن کشور، در پهلوی برادرانشان، در دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی کشور قربانی را دادن، قدردانی نماییم. الحمدلله امروز به صورت نسبی زنان ما هم از حقوق خود برخوردار هستند، اما تا آنچه که اسلام و حقوق انسان اجازه داده و تا اونجای رسیدن راه دور و دراز را در پیش رو داریم. هنوز هم خشونت عام است در این کشور علیه زن، هنوز هم مرگ و میر طفل و مادر، مرگ و میر طفل مادر در سرتاسر دنیا در افغانستان رقم بیشتری نداره. هنوز هم همه دخترکان ما از حق تعلیم برخوردار نیستند. حقوق مشارکت سیاسی و حقوقشان در اجتماع داده نشده، زمینه مساعد ساخته نشده. جا داره که اگر از یک طرف در این روز که سال روز شهادت استاد مزاری شهید است، تعهد خود با آرمان شهدا تجدید می کنیم، در عین زمان تعهد خود به خاطر تأمین حقوق همه مردم، به خاطر زمینه سازی بهتر برای همه مردم افغانستان، برای بهره‌مندی از حقوق اسلامیشان، از حقوق انسانیشان، زن و مرد تجدید کنیم. قاتلان استاد مزاری شهید، قاتلان استاد برهان الدین ربانی شهید هم بودند، از عامر صاحب شهید هم بودند، از صدها و هزاران شهید نامدار، از هزاران طفل بیگناهی کشور، از هزاران زن و مرد این کشور هم بودند و هستند. اگر چند روز قبل مردم ما شهدای اردوی ملی خود و خانواده هایشان قدردانی کردند، قاتلان اردوی ملی، پلیس ملی و نهادهای امنیتی ما هم هستند. ما اگر از یک طرف با تمام ایمان، با تمام باورمندی، با تمام قوت، با تمام عشق و علاقه خواستار تأمین صلح عادلانه با عزت و پایدار در این کشور هستیم، در عین زمان ملت ما، مردم ما یک دست و یک پارچه متحدانه در دفاع از مردم خود، در دفاع از حق مردم خود، در دفاع از جان و مال مردم خود، در برابر قاتلان، جانیان و جنایتکاران تاریخی استاده، یک پارچه استاده هستیم و استاده خواهیم بود. تیم اصلاحات و همگرایی تعهدش به آرمان ملت است، تعهدش به خدمت به مردم است، تعهدش به آوردن بهبود، آوردن بهتری، بهتر ساختن شرایط زندگی بر مردم افغانستان است.
اگر امروز میلیون ها نفر هنوز در مهاجرت به سر میبرند، از یک طرف بازگشت عزتمندانه مهاجرین خود باید زمینه سازی کنیم، از طرف دیگر از حقوق مهاجرین خود در هر کجا که هستند، از حقوق پناهندگان خود باید دفاع بکنیم. از یک طرف اگر ما تعهد ما است که به مجاهدین که قربانی دادند و در نتیجه قربانیشان در جهاد و مقاومت زمینه صلح و آرامش نسبی فراهم شد، اگر به این متعهد هستیم، در عین زمان در روز یادبود از شهدا ما باید تعهد خود به خدمت به معلولان کشور، در خدمت به بیجا شدگان کشور، در خدمت به معتادین، در همین راهی که ما تا به این محل این مصلا رسیدیم، صدها نفر جوان در زیر پلها معتادان بیچاره و بدون هیچ امیدواری افتیدن. در همین روز سرد اونا در زیر پلها معتادای ما به سر میبرند. وقتی میگیم خدمت برای همه مردم واقعا همه مردم میگیم. وقتی میگیم توسعه متوازن، انکشاف متوازن، وقتی که یک جاده‌ای که 13 سال است که وعده داده میشه، جاده مرکزی افغانستان، کاری صورت نمیگیره در اون رابطه، ما وقتی از وحدت ملی صحبت میکنیم، وحدت ملی بدون عدالت اجتماعی تامین شده نمیتونه. عدالت اجتماعی در تمام عرصه ها تنها در شعار باقی ماندنش کفایت نمیکنه. در تمام عرصه های زندگی باید فرصت های مساوی برای همه مردم باشه و تعهد ما در ساختن راه جاده مرکزی یک تعهد است که به اساس خواست ملت است. این کمک میکنه صدها هزار نفر که از خط فقر بالا بیایند و زندگی آبرومندانه و عزتمندانه داشته باشند. تعهد ما به خدمت به تعلیم، به صحت مردم، به زراعت مردم، به صنایع دستی مردم، زمینه سازی برای کارگری کشور، زمینه سازی بهتر برای مامور بیچاره کشور. وقتی از معارف صحبت میکنیم، در معارف سپردن کار به اهلش تعهد اصلی ما را تشکیل میده. به متقاعد کشور، به دست فروش کشور، به صنعتگری کشور، به صنایع دستی، به دهقان بیچاره مملکت، به همه مردم ما متعهد به خدمت هستیم و انشاءالله با پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی فضای روشن و فضای سبز پیروزمندانه در اختیار مردم افغانستان و در پیشروی مردم افغانستان قرار خواهد داشت. ما خواستار روابط با یاد و خاطره شهدای افغانستان، صلوات بلند محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما خواستار روابط خوب با همسایه ها و با همه جهان هستیم. ما صلح با هم و با دیگران می خواهیم، اما عزت، استقلال و حاکمیت ملی خود پاسداری می کنیم و تمامیت ارضی خود پاسداری می کنیم. یک بار دیگه از تشریف آوری شما، از حضور به هم رساندن همه شما ابراز تشکر می کنم. من یقین دارم که شما همینطوری که در پاسداری از افتخارات مشترک ملت، شهدا افتخارات مشترک همه ملت هستند، افتخارات ماندگار همه ملت هستند. شما سهمگیریتان در سرنوشت، سهمگیریتان و وفاداریتان و تعهدتان به تاریخ، به گذشته و به افتخاراتتان نشان میتین.
من یقین دارم که با سهمگیری در انتخابات و با به پیروزی رساندن تیم اصلاحات و همگرایی شما در تحقق آرمانهای شهدایتان وظیفه دینی و ملیتان انجام میتین. خداوند با اتحاف دعا مجددا بر روح همه شهدای افغانستان آرزوی خیر، سلامت، بهروزی، عزت و سرفرازی به همه مردم افغانستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. استاد شهید مزاری رحمت الله علیه برای محقق شدن نظام مردم سالاری از هیچ تلاش دریغ نورزید. در این قسمتی از برنامه از شخصیت خدمتگزار و صلح آور جناب آقای صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان تقاضامندیم که سخنانشان را تقدیم محفل ما نمایند. تا تشریف آوری ایشان صلوات بلند را عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. شخصیت های محترم جهادی، مجاهدین دلیر، جوانان عزیز، برادران و خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه بروان پاک همه شهدا به ویژه شهدای جهاد و مقاومت درود میفرستم. جا دارد که بروان شهید استاد عبدالعلی مزاری که در راه خدمت به مردمش مظلومانه به شهادت رسید و امروز ما و شما به مناسبت 19مین سال روز شهادتش جمع شده ایم درود ویژه بفرستیم. حضار گرامی، کشور عزیزمان افغانستان در طی 4 دهه اخیر با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرد که اگر فداکاری و مبارزات خستگی ناپذیر مجاهدان این سرزمین که تعدادشان در این را جانهای شیرینشان را قربان کردن نمی بود، به یقین ما دیگر به عنوان یک ملت آزاد وجود نداشتیم. جا دارد در اینجا از شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت، شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، شهید حاجی عبدالقدیر، شهید سید مصطفی کاظمی و دهها فرمانده نامدار جهاد و مقاومت، هزاران غیر نظامی و منصوبات نیروهای امنیتی که مظلومانه در این 13 سال اخیر به شهادت رسیدند یاد کنیم. این یک حقیقت مسلم است که آزادی امروز افغانستان نتیجه مجاهدت و مبارزه این شهدا بوده است. یاد بود از شهادت مردان مجاهد این سرزمین به معنای پاسداری از ارزش‌های اسلام و ارزش‌های واقعی جهاد و مقاومت بر حق مردم افغانستان می باشد. حضار گرامی، آرزوی همه شهدای پاک این سرزمین تأمین صلح، آزادی، آبادی و تحقق عدالت در این سرزمین بود که خوشبختانه پیروانشان گام به گام این هدف را امروز دنبال می کنند. تاریخ افغانستان همیشه گواه این بوده است که باشندگان این مرز و بوم در مواقع حساس در کنار هم بودند و برای رقم زدن درست سرنوشت و آینده خیش مشترکاً گام برداشته و در صورت ضرورت مشترکاً قربانی داده‌اند. اتحاد و همبستگی مردم در دوران جهاد و مقاومت نمونه بارزی از این همگرایی و همدلی بوده است که خون تاجیک و پشتون، هزاره و ازبک
و نورستانی، ایماق و بلوچ و پشه‌ای، سادات و عرب در یک سنگر و در یک جبهه برای آزادی و استقلال ریخته است. همکنون نیز که افغانستان در مرحله گذار سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار دارد، ضرورت به همگرایی، همدلی و همبستگی برای گذار موفق به صورت جدی احساس می شود و گرد همایی بزرگ امروز که به مناسبت 19مین سالیاد شهادت شهید استاد مزاری برگزار شده به معنای این است که ما یک بار دیگر پیمان و تعهدمان را با آرمانهای شهدای کشورمان تجدید می کنیم و بر اهمیت ضرورت وحدت و اخوت میان ملتمان تأکید می کنیم. ائتلاف حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری استاد حاجی محمد محقق به عنوان یار، همسنگر و میراثدار معنوی شهید استاد عبدالعلی مزاری با جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و ائتلاف ملی به عنوان احزاب و جریانهای پرقدرت ریشه‌دار و تاریخی این سرزمین در چارچوب تیم اصلاحات و همگرایی به ما اطمینان می‌دهد که انشاءالله تعالی افغانستان از این مرحله کنونی عبور مسئول خواهد داشت و فردای روشنی در انتظار این سرزمین خواهد بود. افغانستان به نقطه‌ای رسیده است که باید تحویل قدرت و گذار با سازوکارهای قانونی صورت گیرد، نه از راه‌هایی که آخرش به بنبست و بدفرجامی است و نتیجه جز رنج برای مردم ما چیزی دیگری به ارمغان ندارد. زمان آن فرا رسیده است که تصمیم گیری های قومی، زبانی و محلی جایشان را به تصمیم گیری های ملی و با مکانیزم های قانونی، مدنی و سیاسی بدل کند. اقدام احزاب بزرگ کشور برای شکل دهی ائتلاف بزرگ اصلاحات و همگرایی گام خوبی در این عرصه است و پیشرفتی بزرگی برای مردم سالاری نوپای کشور است. حضار گرامی، زمان آن فرا رسیده است که مردم در انتخاب رئیس جمهورشان تعلقات قومی، زبانی و منطقه‌ای را کنار خواهند گذاشت و به کسی رأی خواهند داد که اراده‌ای برای تغییر در دسترخوان مردم، تصمیم به تغییر امروز مبهم و سردرگم به فردای روشن و بهتر و برنامه‌ای برای تأمین و تحقق صلح و امنیت پایدار داشته باشد. یکی از مشکلات بزرگ 13 سال اخیر افغانستان این بوده که قدرت به اشخاص سپرده شد، نه به احزاب و جریانها. نتیجه این کار را ما و شما دیدیم که جز ترویج فساد، گسترش، فقر و بیکاری و قرار گرفتن افغانستان در صدر جدول کشورهای فاسد دنیا ارمغان دیگری نداشت. افغانستان تا زمانی به صلح و ثبات و توسعه رسیده نمیتواند که مردم سالاری واقعی از طریق نهادها و جریانها در این سرزمین حاکم نشود و به جای افراد و اشخاص، نهادها و جریانها به عنوان تبلور افکار و باور عمومی در تصمیم گیری های کلان ملی نقش نداشته باشند. در اخیر یک بار دیگر بر روان همه شهدا درود می‌فرستیم و امیدواریم که ما به عنوان وارثان این شهدا راه آنها را که راه عدالت خواهی و آزادگی است صادقانه دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و درود فراوان به شهدای صدر اسلام، شهدای افغانستان، به خصوص رهبر شهید ما استاد عبدالعلی مزاری. تشکر از همه مهمانان عالی قدر، شخصیت‌های علمی، سیاسی و حکومت. تشکر از شما مردم عزیز و قدرشناس که امروز با چنین عظمت از رهبری فقیدتان که برای شما سوخت این گونه تجلیل میکنید. برادران عزیز، خواهران محترم، در بعضی سوالات مطرح بود که چرا مزاری شهید هر روزی که از سال و سالگردش میگذره وسیعتر و با شکوهتر
از گذشته ها برگزار می شود. من فلسفه این دو مسئله را در دو چیز می بینم. یکی خدا باوری، مزاری به عنوان یک روحانی و عالم جلیل القدر کارش را به خاطر خدا آغاز کرد و کاری که به خاطر خدا آغاز شود او کار قطعا ماندنی است. قرآن میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. شما عمل خوب بکنید، عمل شایسته بکنید، خدا میبیند، پیامبرش میبیند و مردم میبیند. این است که شما میبینید عمل مزاری را چون به خاطر خدا عمل کرد. فلسفه دومش مزاری برای مردمش خدمت کرد، برای مردم افغانستان، نه برای خودش. شاید برای خودش یک لحظه فکر نکرده باشه که در آینده بعد از جهاد و مقاومت چه مقامی، چه منصبی، چه چوکی، چه ریاستی. او برای شما مزاری همانند شمع خودش سوخت، اما برای شما مردم روشنایی بخشید، امید بخشید و آینده درخشانی را برای شما به ارمغان آورد. برادران و خواهران محترم، امروز ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هستیم. مزاری بزرگ در همون زمان، در همون روزهای اول، در زمان دولت استاد شهید استاد ربانی که شورای قانون اساسی تشکیل شد، در اون زمان شورای قانون اساسی رو در روی وزارت خارجه بود و ما به عنوان یک فردی از طرف حزب وحدت به نمایندگی از حزب وحدت با یکی از برادران در شورای قانون اساسی شرکت کردم. پیام مزاری وقتی که ما مواد را انشا می کردیم و تدوین می کردیم رسید در رابطه با خانم ها، در رابطه با زنها، که آیا زنها چه حق و حقوقی می تواند در افغانستان داشته باشد. پیام مزاری را برای شورای قانون اساسی خواندم که در مجله میثاق وحدت چاپ شده بود که خانم ها، زنها می توانند انتخاب کنند و انتخاب شود. این پیام بسیار مهم بود. در اون شرایط خانم ها می توانند خودش کاندید کنه، دیگرها برش رای بدهد، می توانند از کاندیدا برای کاندیدا رای بدهد. یعنی نقش اساسی برای خانم ها قائل شد. برادران و خواهران محترم، در این شرایط حساس لازم می دانم که به صورت خلاصه از مسائل مطرح کنم. امروز ما لازم می بینم که در رابطه با برادران عزیز ما صحبتی داشته باشم. جناب عزیز و برادر ما دکتر عبدالله، برادر مجاهد ما انجینر محمد خان، برادر عزیز و یار و دوست رفیق همیشگی و همسنگر ما جناب استاد محقق که امروز در صحنه آمدند. وظیفه ما همونطوری که بارها صحبت شده که ما در روز انتخابات باید در انتخابات شرکت کنیم و همه ما شرکت کنیم و همه مردم افغانستان از زن و مرد در انتخاب شرکت کنند. این یک وظیفه ملی و میهنی ماست که ما بیشتر از این جرأت نمی توانستیم، اما وقتی که مرجع عالی قدر ما حضرت آیت الله عظما محقق کابلی می فرماید که یک واجبه شرعی است، وظیفه ما ایجاب می کند که از برادران عزیز ما حمایت کنید، چون من اینا را میشناسم و امروز نه تنها بلکه از 5 سال پیش با دکتر عبدالله همکاری کردم و امروز چهره های بزرگ جهادی در بین ما آمده. از نظر احزاب اگر نگاه کنیم بزرگترین احزاب در اینجا آمده: جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، حزب اسلامی و همونطور ائتلاف ملی ما در اینجا جمع شده و شخصیت های جهادیه که در سنگرهای مقاومت برای شما فداکاری کرد، عرق ریخت، خونجگری زیادی داشت تا شما را امروز در یک جایگاه خوبی ببینم. لذا من با عنوان یک روحانی و یک
طلبه دینی به شما صحبت میکنم که وظیفه ما ایجاب میکنه که با همه احترام قائل شویم. همه کاندیدان محترم هستند، همه صلاحیت دارند، ولی از کاندید اصلح که به نظر شخص ماست از دکتر عبدالله حمایت شود تا افغانستان ما از شرایط موجود به یک شرایط بهتر برسه. سخن دیگری دارم به صورت خلاصه. خطاب من و مخاطب من جناب دکتر عبدالله و همونطور جناب استاد محقق جناب انجینر محمد خان، گرچه هنوز شما به پیروزی نرسیده اید ولی در آستانه پیروزی هستید. من معتقدم تحلیلی که از اوضاع افغانستان دارم که اگر تقلب گسترده، تعبیر گسترده میکنم، اگر تقلب وسیع و گسترده صورت نگیرد شما قطعا پیروز هستید انشاءالله. تکبیر. اما اون روزی که پیروز شدید، اگر خدا خواست شما پیروز شوید که من معتقد هستم و یک سفاس به عنوان یک روحانی عرض میکنم، حضرت علی یک جمله داره: این هذه لیس بطعمه بل فی عنوقک امانه. حضرت امیر درباره حکومت و رئیس جمهور و کسی که زمامدار یک کشور اینطور میگه که حکومت طعمه نیست که از او بخوای استفاده شود برای اغراض شخصی، بل فی عنوقک امانه، بلکه یک امانت سنگین در گردن شماست. برادران عزیز، ایجاب میکنه این مردم خیلی عزیزه، این مردم خیلی مهربانه، این مردم خیلی مخلصه، نباید حقی از این مردم نادیده گرفته شود. حق زن و مردی از این مردم نادیده گرفته نشود. حقوقی که خدا و پیامبرش و اسلام برای زنها قائل شده است، زنها باید عزت پیدا کند، عظمت پیدا کند و شخصیت های ممتاز جامعه باشد، به خاطر که خدا گفته بهشت زیر قدم مادران است. این را باید خوب عزت بداریم برادران عزیز. بنابراین شما خدا را فراموش نکنید و مردمتان فراموش نکنید. در آخر به عبارت دیگری جمله عرض میکنم که شما خودتان فراموش نکنید. اگر انسان خودش گم نکنه، خودش فراموش نکنه، خدا را فراموش نمیکنه، مردم را فراموش نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 3-4 تا کاغذ تا حال رسید، ببخشید اگر دیر شد. و السلام علیکم و رحمت. الحمدلله الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى و بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق الله العظیم. برادران گران مایه، خواهران عزیز، جوانان با شهامت، ژورنالیستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست اجازه بفرمایین در این روز شهدا بر روح پرفتوی همه شهدای انقلاب اسلامی افغانستان دعا کنیم که خداوند همه شهدای ما را در قرب رحمت خویش نگه دارد و خداوند به ما و همه رهروان راه شهدا همت و توفیق عطا بفرماید تا راه شهدا را همچنان سرخ و گلگون نگه داریم. ما مطمئنیم خدایا، ما میدانیم که ملتی که شهادت پذیر نبود اسارت پذیر میشه. خدایا تو به ما توفیق شهادت پذیری را در همه دوره ها و در همه عصرها عطا بفرما. امروز مصادف به 19مین سالگرد برادر شهید مجاهد نستوه حضرت مزاری شهید است. مزاری شهید مرد
مقاومت و مرد ایمان و مرد مسلمان و پایداری بود که 19 سال قبل از امروز به شهادت رسید. مزاری شهید فقیرانه زندگی کرد و مظلومانه به شهادت رسید. در طول دور مبارزات اسلامیش که به خاطر حاکمیت دین خدا و به خاطر ملت مظلوم و بیچارش همه شرایط ناگوار بر خود هموار کرده بود، شجاعانه و با ایمان مبارزات خیش را ادامه میداد. مزاری از نصر گذشت تا نصرت بیابه و وحدت به وجود بیاوره و خواست که ملت خدا، مردم خدا در یک وحدت با هم جمع کنه و حزب وحدت اسلامی را پایه‌گذاری کرد. برادر عزیز، کاش میتانستم که امروز بر مزارت فریاد میکشیدم که مزاری عزیز، تو که رفتی 19 سال میگذرد، هنوز ملت تو، هنوز مردم تو در رنج و درد و غم زندگی دارند. هنوز دردهای ملتت تسکین نشده، هنوز زخمهای ملتت التیام نیافته، هنوز هم که هنوز است صداهای مهیب انفجار توپ و تانک در کشورت با صداهای دردآگین مادران و طفلکان مرزبومت در فضای افغانستان عجین گشته و راه گشای بر خود سراغ ندارند. هنوز هم در کشورت درد و غم و اندوه چیره گشته، هنوز هم ملتت بر سراغ وحدت و یک پارچگی اند، با آنکه توطئه‌های بزرگ علیه وحدت در کشورت وجود دارد. ولی رهروانت، کسایی که راهی تو را تعقیب میکنند، با خدایشان تعهد دارند که در وحدت و در همگونی و همجهتی تلاش مستدام نمایند و تا آخرین لحظه به این ادامه بدن تا ملت واحد را به وجود بیاورند. امروز ملتت با تصمیم و اراده‌ای که گرفتن، با تصمیم وحدت، دیگر از یک صف، از یک قوم، از یک قبیله، از یک حزب خارج شدند. میخواهند که در یک صف وسیع وحدت ملی را به وجود بیاورند و با اراده قوی و اطمینان راسخ در این جهت تلاش میکنند. درد و غم ملتت زمان تحقق یافته خواهد شد که پیروای راه شهدا و کسانی که تصمیم و اراده وحدت ملی دارند در پیشگاه این مردم بزرگ و این ملت شریف افغانستان تعهد بسپارند که همچنان راه شهدا و همچنان آرمان شهدای ما را تعقیب میکنند. دکتر صاحب عبدالله، انجینیر صاحب محمد خان و استاد محقق باید با این رسالت، با این تعهد در برابر ملت خود قرار بگیرند که جز اهداف از اینا، جز آرمان شهدای ما، جز خواسته ملت ما دیگر چیز را نمیپذیرند و در این امروز در برابر شما ملت شریف با ایمان، مسلمان و مجاهد تعهد بدن که اینا جز راه شهدا راه دیگه را تعقیب نمی کنن، جز آرمان شهدا،
جز آرمان شهدا آرمان دیگه را تعقیب نمی کنن. درد و غم ملت با شهامت خود تسکین میتن و در کشور خود صلح و امن نمی آورند تا دیگر در اینجا صدای توپ و انفجار و انتحار شنیده نشود، تا در اینجا آسایش و آرامش به وجود بیاید. در او صورت ملت افغانستان مطمئن خواهد بود که رهبریت سالمشان، رهبریتشان که وحدت ملی را میخواهد، رهبریتشان که در افغانستان امن و صلح و آسایش به وجود میاره، این رهبریت انشالله کامیاب شدنی خواهد بود. در غیر از این ملت افغانستان، ملت مجاهد و مومن و خداپرست افغانستان هرگز به کسی که راه شهدا را تعقیب نکنه رای نخواهند داد. هرگز به کسی که درد و غم ملت خدا چون مزاری شهید که مثل ملت خود زندگی کرد و امتیاز و چیزی برای خود نخواست، مثل از این زندگی خواهند کرد، تعهد نمایند، به کسی دیگه رای نخواهند داد. ما و شما عضو از این ملت شریف افغانستان هستیم. کسانی که در بین ما به نام پشتون، ازبک، هزاره و تاجک حرفای را میزنن، اینا دشمنای ما هستند. ما وحدت ملی میخواهیم. ما ملت افغانستان هستیم و وحدت ملی میخواهیم. به هیچ اجنت و مزدور اجازه نخواهیم داد که در صفوف ما رخنه ایجاد کنند و ملت افغانستان به عناوین مختلف تجزیه کنند. ما صحبتهای خدا با این تعهد یک بار دیگر در امی مجلس با شهید مزاری و همه شهدای انقلاب افغانستان تأکید میکنم که شهید مزاری دوست شخصی خود ما هم بود. ما با این تعهد صحبت ما ختم میکنم که مزاری شهید و همه شهدای جهاد افغانستان ما پیروز هستیم. انشالله راه شما را تعقیب میکنیم و جز راه شما که در او شرف و عزت و عدالت و بالاخره حاکمیت است، حاکمیت دین اسلام و حاکمیت حق و عدالت است، راه را انتخاب نخواهیم کرد. یکی از جوانان نهضت اسلامی افغانستان انجینیر سیف الدین نصرتیار شهید 35 سال قبل از امروز در پل باغ عمومی در مجلس در اونجا اعلان کرد که ما امروز آمدیم که شعار کمونیستا را دیگه تغییر بدم. اونا میگن که مبارزه شکست، مبارزه شکست، مبارزه شکست، سرانجام پیروز میشیم. من میگم که مبارزه پیروزی، مبارزه پیروزی، مبارزه پیروزی و سرانجام هم پیروز هستیم. شاید تعجب کنین که پیروزی در اول یعنی چی؟ اونا میگفت که شاید تعجب کنین که مبارزه در اول مرحله چطور پیروز میشه. ما مسلمان هستیم، به خدا ایمان داریم، هدف ما رضای پروردگار است. از آوانی که از موقعی که تصمیم میگیریم که در راه خدا مبارزه میکنیم، از اونمو زمان کسب رضای خدا را میکنیم. بناهن از اولین مرتبه که ما تصمیم گرفتیم ما پیروز شدیم و بالاخره اگر در این راه شهید میشیم او اوج پیروزی ماست. خداوند از او راضی می باشه. بناهن در تصمیم ما، در اراده وحدت ملی ما شکست وجود نداره. ما پیروز هستیم.
از امی زمانی که تصمیم گرفتیم که ملت افغانستان در یک وحدت در می آوریم، این کمال پیروزی است و انشالله این پیروزی بقا خواهد داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهلی و اصحابی اجمعین. حاضرین گرامی، شخصیت های معزز، جناب دکتر صاحب عبدالله، معاونین محترمشان، رهبران محترم جهاد و مقاومت افغانستان، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم شورای ملی، برادران و خواهران عزیز در این مجلس باشکوه، اصحاب رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم به نوبه خود 19مین سالگرد شهادت رهبر فرزانه شهید عزیز شهید عبدالعلی مزاری و یاران با وفایش را خدمت همه شما دلسوختگان و عزیزان تسلیت عرض میکنم و همچنان سلام و درود عرض میکنم بر روان پاک شهدای اسلام و صدر اسلام تا کنون، شهدای مظلوم و گلگون کفن افغانستان، به ویژه شهید قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید استاد ربانی، شهید حاجی عبدالقدیر، حاجی عبدالحق و صدها و هزاران شهید نامدار و گمنام دیگر. شخصیت شهید مزاری به همگان آشناست و همه میشناسند و ما هم زیادتر که آشنا شدیم در سال 68 در کنار شهید مزاری که ما بودیم و ایشان یک شخصیت مقاوم، شخصیت دلسوز، شخصیت با جرأت و شخصیت دینداری بودند که در همه ادوار مختلف زندگی در مقابل دشمن ایستادگی های بسیار زیاد داشتند و از جانب دیگر شخصیتی بود که در رابطه با وحدت و همگرایی و اقتدار مردم افغانستان تلاش‌های بسیار زیاد خود انجام دادند. امروز که ما در آستانه انتخابات قرار داریم، همون حرف شهدای شماست که یکی از راه‌های حلی که در افغانستان مردم به آسایش و به آرامی و به ثبات و به صلح سوق بده همانا انتخابات شفاف و عادلانه است که همه مردم افغانستان در پای صندوق‌های رای شرکت بکنن. من دو نکته را اینجا عرض میکنم خدمت شما. یکی، برادران و خواهرای گرامی، در رابطه با انتخابات همه ما مسئولیت داریم، چنانچه که پیام حضرت آیت الله محقق کابلی را هم شنیدیم. همه ما شما مسئولیت داریم که در رابطه با سرنوشت خود تغییر ایجاد بکنیم مطابق با آیه قرآن کریم که میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هر کدام ما و شما مسئولیت داریم. همون مبارزه که دیروز شهدای شما انجام دادن در دوران جهاد، در دوران مقاومت، امروز همون مبارزه است، اما شیوهش فرق کرده. مبارزه در پای صندوق‌های رای است، مبارزه با کارت است که ما هم به نوبه خود از همه شما تقاضا میکنم که در این پروسه ملی و پروسه عظیم شرکت فعال داشته باشیم. دوم گپی که وجود داره در رابطه با انتخابات، شما شنیدید که حکومت محترم افغانستان در اول گفتن که کارمندان حکومتی و دولتی نباید در کمپاین ها شرکت بکنن. همه ما استقبال کردیم، گفتیم که این را به فال نیک میگیریم که حکومت بی‌طرف باید بوده باشه. اما گزارش هایی
که رسیده خدا کنه دقیق نبوده باشه که بعد از این که جرگه‌ای که در ارگ ریاست جمهوری تشکیل شد به صورت آهسته و به صورت غیر علنی اجازه داده شد به بعضی از ارگان‌های حکومتی که اینا هم در پروسه انتخابات یا غیر از او در پروسه کمپاین شرکت بکنند. من عرض میکنم خدمت شما که متاسفانه حکومت تصمیم‌های مقطعی که تا هنوز گرفته، این هم یکی از اشتباهاتش بود که این خودش به اعتمادی را ایجاد میکنه، فاصله ها را میان مردم افغانستان ایجاد میکنه، طوری که گفته شد که انشالله امو به طرفی خود حکومت افغانستان اگر حفظ بکنه به نفع خودش هم است و به نفع مردم و ملت افغانستان است، چون مردم افغانستان تصمیم گرفته که به پای صندوق های رای به صورت گسترده شرکت بکنه. انشالله به سرنوشت خودشان اینا خودشان تغییر ایجاد بکنه. ما یک بار دیگر 19مین سالگرد شهادت مظلومانه استاد مزاری را خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و از خدای بزرگ میخوایم که همه ما و شما را چنانچه که ارغندیوال صاحب گفتن، همه ما و شما را به عنوان پیروان راستین این شهدا خداوند قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Bravo.